به نام خدا، با سلام، با سری فیلم‌های آموزشی شرکت فاتر رسانو نمایندگی رسمی پاناسونیک در خدمت شما هستیم. ما در این قسمت می‌خوایم نحوه ست کردن تاریخ و زمان رو در دستگاه سانترالتون به شما آموزش بدیم. برای این کار لازمه که ابتدا یک گوشی 77C رو به جک 01 یا همون داخلی 101 دستگاه سانترالتون متصل کنیم. بعد از اتصال ما می‌خوایم وارد قسمت برنامه‌ریزی دستگاه بشیم. برای همین کار لازمه طبق روندی که من انجام میدم این راه رو ادامه بدین و ساعت و تاریخ رو در دستگاه خودتون ست کنیم. ابتدا کلید پروگرام رو میزنیم، ستاره مربع، پسورد دستگاه اگر به صورت دیفالت 1 2 3 4 اگه تغییر دادین که پسورد دستگاه خودتون رو میزنید. تو این قسمت از ما کد دستگاه، کد اون برنامه‌مون رو میخواد که چون ما میخوایم ساعت و تاریخ رو تغییر بدیم، کدی که وارد میکنیم کد 30. همونطور که میبینین اسم برنامه، اسم که نمایش داده میشه دقیقاً دی تایم ست. اسپیفون رو میزنیم تو این قسمت که چشمک زنه، سال رو وارد میکنیم. برای اینکه میخوایم به قسمت بعدی یعنی ماه، واسه تنظیم ماه با این کلید و تغییرش میدیم به ماهی که هستیم. این هم روز رو به ما نشون میده و این هم چهارشنبه. برای اینکه زمان رو ست کنیم باید در این قسمت انجام بدیم کارش رو. روی دقیقش میایم، ست شد. و حالتی هم که هست الان AM. بعد از اینکه تمام تغییرات رو دادیم کلید استور رو میزنیم تا تمام تغییراتمون ذخیره بشه. میبینیم که الان تغییراتی که ما خواستیم اعمال شده در این گوشی.